حالا از دم پرواز با خود آیت الله رفسنجانی بودم، اومدم تا خود توی بیمارستان. اون لحظه چه احساسی داشتی میدی نسبت به انسان، نسبت به اینکه ما چقدر احمقیم، چرا داره الان این دوده میاد؟ که من حتی به چشم خودم اونجا جنازه دیدم و جسد، یعنی تیکه های گوشت تیکه تیکه شده مثلا حالا نمیدونم سرباز بود. من به اجبار منو به زور بردن، از شهر خارج شدم. من کلا با یک عدد پاسپورت خودم و پولایی که حالا کش داشتم. سلام برای بکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم امروز با آبجوشک، دکتر آبجوشک. یعنی بهترین فامیلیه که تو زندگیم شنیدم. دکتر آبجوشک، نه چی آبجوشک داریم چیزی به اسم آبجوشک؟ خیلی سخته. همچین فامیلی نداریم تو ایران فکر کنم، یعنی مخصوص خانواده ما هست دیگه. کلا چی کاره بوده پدر بزرگ که همچین اسمی گذاشتن؟ آبجوش میریخته رو مردم یه کوچولو؟ نمیدونم سوید. من چیزی که بابام برام تعریف کرده، گفته که اون زمانی که میخواستن شناسنامه مثلا چیز بذارن بر اساس حرفه و کار و اینا مثلا میذاشتن. بعد بابا میخواست برای بقیه تعریف کنه، میگفت که اون مثلا پدر بزرگ ما میرفته از چشمه آب میآورده، بعد این میشه آب جوشیده شده از چشمه. اون که به معنی کمیت دیگه، آب جوشیده شده کم از چشمه. بعد اینا برای همه تعریف میکرد که منم مثلا همه تعریف میکنم اینا. من فکر میکنم با بزرگ آبجوش میریخته رو اینو، یا شاید آب چیزش داغ بوده یه کوچولو. آبجوشک یه زیاد جوش می آوردن. ما کلا خاندان جوشی هستیم، خیلی جوش می ولی کوچیک جوش می آوردین. این که آخرش خیلی باحاله. آره کمیت. آقا من سوالی که اول داشتم این بود که چی شد یه روز بلند شدی گفتی میخوام دکتر شم؟ من یک سلام بگم به برابکس یوتیوب سوال اقتصادی. این که آقا من اولش این که من رشتم تجربی بود، بعد دیگه از این ور خانواده و حالا خاله و دایی و پدر و مادر همه یه جورایی من مثلا شاگرد زرنگ، بچه زرنگ کل فامیل بودم. همه توقع داشتن که آقا محمد جواد باید حتما دکتر شه. بعد این افکار بقیه و فشار بقیه دیگه یه جورایی تو ذهن من چیز کرده بود دیگه که من برم سمت رشته پزشکی. حالا تو ایرانم سعی خودم کردم، کنکورم دادم، ولی علاقه من یه چیز دیگه بود کلا. خب یعنی عکاسی و اینا که خودت میدونی، حالا عکاسی خبری اینا که بهش حالا میرسیم. بعد دیگه تصمیم گرفتم پزشک شم. حالا توی ایران دیگه خودت میدونی چقدر سهمیه‌های مختلف هست، چقدر اون کنکور سخت رقابته. دیگه تصمیم گرفتم به پدر مادرم گفتم آقا من اوکی قراره پزشکم، شما میخواین پزشکم منو بفرستین اوکراین دیگه، برم اوکراین، حالا از بین کشورهای مختلف. تو زمان جنگ اوکراین بودی؟ آره دقیقاً زمان جنگ اوکراین بودم. من از 2016 اوکراین بودم. بعد از اونجا رفتی آلمان به خاطر جنگ؟ به خاطر جنگ آره. ولی من اینو بگم همون اول جنگ، حالا خیلی ها بودن همون روزای اول رفتن خب، ولی من موندم 33 روز دقیقاً من توی اوکراین موندم. حتی خط مقدم رفتم با نیروهای ارتش اوکراین عکاسی کردم. چرا این کار کردی؟ من چون مثلا من فکر کنم اگه من بفهمم جنگه، من از اونام که دم مرز دارم فرار میکنم. من حقیقتش از 14-15 سالگی عکاسی خبری رو شروع کردم. تو اینو موقعیت دیدی؟ اینو یه موقعیت دیدم تو زندگی خودم، چون من موقعی که ایران بودم خیلی مثلا برام جالب بود. اون موقع مثلا جنگ روسیه بودش، هی میخواستم برم روسیه ولی به خاطر سن و به خاطر خیلی مشکلات نمیذارم. دوست داشتم عکاسی جنگ رو تجربه کنم. بعد اینکه تو اوکراین اتفاق افتاد دیگه موقعیت دیدم، گفتم به جای این الان سرنوشت، یعنی من توی یک زمان و مکان گذاشته که اینو تجربه کنم، پس میمونم میرم تجربهش میکنم. بعد دیگه یک کم خیلی اوضاع دیگه خیلی بدتر شد دیگه، بعد خارج شدم. حالا یه چیزی بگم، مثلا روز اول جنگ من به اجبار منو به زور بردن، از شهر خارج شدم. من کلا با یک عدد پاسپورت خودم و پولایی که حالا کش داشتم. وایسا منو بردن یعنی چی؟ یکی درز در واسه گفتن که مثلا یه ساعت وقت داری بری بیرون یا نه چون من با پارتنرم بودم. حالا اینا رو من هیچ جایی نگفتم، ولی چون من با پارتنرم بودم، برادر پارتنرم اومد اونجا بود و منو به زور بردن. یعنی گفتن نه خیلی خطرناکه، جنگ شوخی نیست، یعنی چی میخوای بری عکاسی کنی؟ و من دوربین عکاسیم، همه وسایل زندگی مون، لپتاپم، دوربین عکاسیم، همه چی، فقط پول کشم که
داشتم با خودم بردم، با پاسپورتم، با لباس تنم، هیچ چیز دیگه نبردم، چون با این دیدگاه بودم اوکی 2-3 روز تموم میشه برمیگردم. ولی یه هفته گذشت تموم نشد، بدترم خیلی شد. اوضاع بدتر شد. آره چون ما تو این جاده‌ای که داشتیم میرفتیم، سوید یه چیزی بهت بگم، ما رفتیم سمت غرب اوکراین. خب سمت غرب اوکراین که رفتیم یه 200-300 کیلومتر از پایتخت دور شدیم. مسیری که 250 کیلومتر، مثلا من همیشه 3 ساعته میرفتم، یه چیزی فکر کنم ما ساعت 6 صبح راه افتادیم 12 شب رسیدیم، یعنی یه چیز 16-17 ساعت ما تو راه بودیم. انقدر که ترافیک بود و اینکه مثلا مثل این فیلم‌های دفاع مقدسی مثلا از ماشین میمدن بیرون چون ترافیک بود. باور کن موشک‌هایی که شلیک شده بود، این دوداش از حالا روستاها و شهرهای مختلف میومد، یعنی ما داشتیم میدیدیم بمبارانی که شده بود مثلا شهرهای مختلف. واو چه احساسی داشتی اون لحظه؟ چون من بچه بودم یادمه تو کوچه وایساده بودم، یادم پشت بوم، بعد داشتم میدیدم که چیزای قرمز داره میره بالا، یعنی داشتن ضد هوایی میزدن، حالا چی میزدن دیگه ما نمیدیدیم، شب بود. بعد مثلا خب برای من بچه بود هیچ معنی نداشت، هیچی نمیفهمیدم، فقط رنگ میدم مثل کارتون. ولی تو سن تو با شعور تو که مثلا تو این کارام دوست داشتی، اون لحظه چه احساسی داشتی خیلی میدی نسبت به انسان، نسبت به اینکه ما چقدر احمقیم، چرا داره الان این دوده میاد؟ اون لحظه این چیزا داشتی؟ چی بود؟ سویل اصلا من اون لحظه اینقدر شوک بودم، اصلا تعجب داشتم که تو سال 2022 تو قرن مثلا الان 2 سال 2022 اصلا خیلی عجیبه که بخواد همچین جنگی بشه. خب بعد تو یه بعد داشتم تو یه هیجانی بودم که خب من الان میرم عکاسی میکنم و یه تجربه خفنی دارم، که بعد از 1-2 هفته من با یک بدبختی برگشتم کیف پایتخت اوکراین، چون که همه مسیرها داشتن میرفتن از سمت لهستان میومدن غرب که خارج شن، یعنی من داشتم خلاف جهت میرفتم، به بدبختی رفتم توی جاده، حالا اونجا یک راننده ماشین سنگین پیدا کردم خاور، من تا یک شهر نزدیک برد، از اونجا با قطار سوار شدم برگشتم پایتخت، مثلا ساعت 12 شب رسیدم. تا صبح من توی راهن موندم چون که حکومت نظامی بود، از ساعت 9 شب تا 7 صبح حکومت نظامی بود، تا صبح موندم. بعد وقتی که میمدم انگار فیلم‌های دفاع مقدسی ایران اگر دیده باشی دقیقاً همه اون صحنه‌ها داشت واسه من تداعی میشد، گفتم واو چقدر خفنه. خب اصلا اون لحظه اصلا به این فکر نمی‌کردم. حالا بعدترش مثلا خیلی از رفیقام گفتن احمق دیوانه تو به این فکر نکردی یه موشکی یه تیری بهت بخوره، بعدش من به این فکر کردم. اون لحظه انقدر اون هیجانه، اون آدرنالین برای من انقدر مهم بود، خیلی هیجان داشتم. برگشتم و اون صحنه رو میدم، خیلی مثلا انگار که تو بازی کال آف دیوتی بودم، اینجوری بهت بگم. بعد خونه منم یه جوری بود که روبروش یک فضای دشت بازی بود، مسیر انگار مسیر سبز خروجی شهر بود که همه از اون مسیر خارج می‌شدن، حالت بولواری بود. اون سمت بولوار، اون سمت حالا جاده، صبح که من بلند می‌شدم اون موقعی که برگشته بودم می‌رفتم چای می‌خوردم و اینا، می‌دیدم که موشک‌های پدافند نیروهای اوکراینی هر روز شلیک می‌کردن. یعنی من اونجا بودم صبح 5-6 تا مثلا دود این موشک‌هایی که بعدش میمونه ردش رو می‌دیدم. واو. و یه هیجان خیلی خفنی بود. حالا بجز این که حالا ما با نیروهای اوکراینی رفتیم داخل اطراف کیف رو گرفته بودن، وارد اون شهری شده بودی که نیروهای روسی، شهر ایرپین اسمش هست، که 70-80% نیروهای روسی گرفته بودن. بعد یه عده حالا مردم اونجا بودن و بعد منم باهاشون یه جوری کانکت شدم، رفتم. اول نمیخواستم. یعنی تو رفتی تو شهری که روسیه گرفته بود ولی مال اوکراین بود؟ او دیوونه ای تو. خب آره فکر کن اون اوایل جنگ، ماه اول جنگ رو کامل پایتخت رو محاصره کرده بودن، شهرهای اطرافش رو گرفته بودن. شهری مثل بوچا، ایرپین که توی خبرها خیلی پیچیده بود که خیلی کشتار دادن اونجا، یعنی خیلی از مردم عادی حیونا رو کشته بودن، جنازه ها بود اونجا که من حتی به چشم خودم اونجا جنازه دیدم و جسد، یعنی تیکه های گوشت تیکه شده، مثلا حالا نمیدونم سرباز بود چون که یه تانک منفجر شده بود که یه تیکای گوشتش رو درخت آویزون شده بود. ما حالا وارد شهر شده بودیم. چرا؟ چون که یه سری از مردم اوکراین اونجا بودن. خب بعد اینا هیچ دسترسی به آب و غذا هیچی نداشتن. ما هم سعی کردیم با این نیروهای حالا
بسیجشون، انگار که مثلا حالا بسیجشون بریم توی اون شهر که نیرو هم ارتش بودن هم بسیج مردمیشون طرف بودن. اوکراین دیگه، تو داری با آدم اوکراین میری تو شهری که روسیه گرفته تو جنگ. با سربازای اوکراینی، با ارتش اوکراین سوار ماشینا شدیم که از توی جنگل، نه توی جاده معمولی، از توی جنگل، جاده‌های خاکی تونستیم وارد شهر بشیم. بعد که حتی مثلا توی شهر جایی که بمبارون کرده بودن من رفتم همه رو ویدیو گرفتم که هم توی یوتیوب هم گذاشتم، همین اینستا همه رو عکاسی کردم، ویدیو گرفتم. اگه میشه چند تا برای ما بفرست که تو این ویدیو الان صحبت می‌کنی بذاریم. آره حتما این عکس‌ها ویدیوها برات می‌فرستم. و یک چیزی که ما مثلا اینو هیچ موقع من تو زندگیم فراموش نمی‌کنم که من یه قدم با مرگ اونجا فاصله داشتم و واقعا فهمیدم که الان چه خبره. چرا؟ چون ما موقعی که می‌خواستیم وارد شهر بشیم، ما و سربازا صندوق عقب اون وانت، حالا خاوری که بود با مواد غذایی سوار شدیم، حالا ویدیوش هم دارم میتونم بعد بفرستم. بعد ما سوار شدیم یک صدای انفجاری اومد و حالا اون سربازی که با امون گفت بیاین بیرون، فقط بدین به سمت حالا یه سنگری که توی جنگل بود بریم، که نزدیک 200 متری اون ماشین رو یک موشک زدن و ما همه کلپس کردیم یه جورایی، فقط میدویدیم که بریم تو جنگل، چون احتمال داشت موشک اول وقتی میزنن یه جا احتمال داره که مثلا چیزی که اون سرباز به من توضیح داد چند تا موشک دیگه نزدیکش بزنن. ما رفتیم نیم ساعت یه ساعت دوباره اونجا موندیم که یکم آرومتر شه و بعد وارد شهر شدیم. اصلا یک اتفاقای اونجا برای من افتاد که اصلا یک بار توی زندگیم تجربهش کردم، خیلی مثلا خفن بود. ولی واقعا حالا شاید خیلی ها بگن دیوانه، امکان داشت بمیری، همه میگن دیوانه. آره دیگه. واو چه چیزی تجربه کردی. ولی بعد چجوری تموم شد؟ کی بعد از این اومدی بیرون؟ همون شب 2 روز بعد؟ نه من وقتی برگشتم یه چیز نزدیک 2 هفته موندم توی شهر کیف، توی محاصره بودیم. چرا؟ چون که من وقتی وارد شدم موقعی بود که 3 روز اعلام کرده بودن که کریدورهای سبز یا کریدورهای سبز بازه، اگر مردم میخوان خارج شن مردم معمولی، و مردم خارج میشدن. بمبارونی نبود، یعنی 3 روز بمبارون نمیکرد روسیه آنچنان زیاد ها، ولی همه خارج میشدن و من وارد شدم. بعد این 3 روز تموم شد و من موندم، یه چیز نزدیک 2 هفته موندم، با وجود این که مثلا خیلی از فروشگاه مواد غذایی تعطیل شده بود، خیلی از مواد غذایی اصلا سخت پیدا میشد، یعنی خیلی سخت بود زندگی تو اون مدتی که من بودم. و آب خونه رو باز میکنی آب نداره گفتی؟ نه چون که برقا قطع بود، ولی مثلا یه ساعتی از روز برق بود، چون وقتی برق قطع بود مثلا ساختمون ما اینجوری که اگه برق قطع بود آب نمیومد دیگه. ولی خوبی که داشت سوید، این چیزی که بگم خودم خیلی تعجب کردم که اگر مثلا تو کشور خودمون خدای نکرده جنگ میشد همچین چیزی نبود که اینترنت انقدر خوب با سرعت کار کنه تو اون موقع جنگ. یعنی اینترنت انقدر خوب کار میکرد، سرعتش بالا. بعد موندم دیگه. هر روز برنامه من این 2 هفته اینجوری بود که بعد از اینکه حالا اون 3 روز تموم شد که روسیه گفت ما نمیزنیم مردم خارجن، هر روز بین 5 صبح تا 8 صبح بمبارون بود، مناطق مسکونی رو میزدن نیروهای روسی، یعنی بین 5 تا 8 صبح. و منم بلند میشدم صبح، حالا ماشین نداشتم، یه مسیر چند کیلومتری مجبور بودم پیاده برم چون تاکسی هم نمیومد اونجا، مجبور بودم مثلا از جای دیگه برم که حالا یا تاکسی بگیرم. مترو هم هر 1 ساعت یه بار میومد، اصلا خیلی اوضاع بد بود اون موقع. یه مسیرهای خیلی طولانی من پیاده میرفتم که وقتی که توی حالا اپلیکیشن اپل هم گوشیم نگاه میکردم مثلا روزی 30 کیلومتر 40 کیلومتر من فقط پیاده روی داشتم. خیلی از مسیرها رو پیاده میرفتم. اون نقاطی که موشک زده بودن رو پیدا میکردم، میرفتم عکاسی میکردم، بعد همون تو را عکس‌ها رو میفرستادم برای خبرگزاری و حالا کد این داستانا. بعد من شد 20 مارس شد که میشد سال نوروز ما، سال عید نوروز دیگه. من تصمیم گرفتم خارج شم دیگه، گفتم دیگه الان عید دیگه خارج شم، وسایلا دیگه چون برگشته بودم هم به خاطر اینکه عکاسی کنم هم وسایل مهم آوردم، چون دوربین عکاسی یه جوری رفیق من بود چون چندین سال بود با من بود. بعد دیگه من دوربینم و خیلی از وسایل مهمم پست کردم، فرستادم یه شهر دیگه غرب اوکراین که حالا جاش امن باشه، چون خونه رو تقریبا تخلیه کردم ولی خیلی از وسایل دیگه هم موندش، وسایل مهم و حالا گرون قیمت هم برداشتم. بعد دیگه عید نوروز با قطار رفتم. اونم با چجوری روسیه مثلا راههای قطار رو نمیزد که مثلا کشور رو بی‌ناموس کنه؟ اتفاقا زد.
ما از همینم برای خود منم سوال بود، اوایل جنگ نمیزد خب، ولی روسیه اون موقع خیلی از پلا رو زده بود. مثلا همون شهر ایرپینی که گفتم یک پل اصلی داشت که مردم خارج میشدن، پلا رو زده بود، خراب کرده بود، مردم از یه جوری از اون پل شکسته رد میشدن. قطارم من تو اخبارش شنیدم همون یک ماه اول جنگ چند تا از ایستگاه‌های قطار رو زد، حتی ایستگاه قطار مرکزی کیف و همون روزای اول نزدیکش رو زد، چون هجوم مردم اونجا خیلی زیاد بود. و برای من خودم هم خیلی سوال بود، الان من سوار این قطارم، یعنی روسیه نمیخواد این قطار یا ریل رو بزنه، ولی خدا رو شکر خیلی بیشتر فوکوسشون روی حالا نیروهای چیز بود، نیروهاشون یا پایگاه‌های نظامی رو بزنن، بعد نیروهای برق رو بزنن، زیر ساختار رو میخواستن بزنن. ولی با این وجود اون موقعی که من کیف بودم خیلی از مناطق مسکونی رو زده بودن، یعنی ساختمان‌های کیف اوکراین هم یه جوری بود که اکثر ساختموناش مثلا بالای 15 طبقه بود، یعنی 15-20 طبقه بود، 22 طبقه بود. وقتی که مثلا یه ساختمون رو میزد چند تا ساختمون 20-22 طبقه نزدیکم همه خراب میشد. واو. الان چند سال گذشته از این جنگ؟ تقریبا 3 سال سوم داریم وارد میشیم. الان دقیقاً 24 فوریه میشه 3 سال. اصلا باور من اصلا فکر می‌کردم یه هفته 2 هفته تموم بشه. چی میگم؟ زود گذشت. من بهت گفتم من کلا کشف برداشتم و پاسپورتم با یه لباسای تنم، گفتم الان چند روزه تموم میشه. با وجود اینکه مثلا اومدن تو همون روز اول 24 ساعت اول اومدن پایتخت رو محاصره کردن که راه خروجی نبود، خیلی سخت بود راه خروج، ولی الان 3 سال طول کشیده. واو. هنوز اونجا؟ یعنی هنوز شهر محاصره است یا نه انداختنشون عقب؟ نه اون پایتخت که دیگه بعد از یه مدتی، بعد چند ماه حالا از محاصره خارج شد، بعد خیلی از شهرها رو محاصره گرفتن، ولی مثلا یک جاده اصلی داشت که مثلا تو اون جاده اصلی که دست روسا بودم همون موقع که من برگشته بودم رفتم، اونا رو آزاد کردن و فقط یه سری از مناطق الان بیشتر رفته سمت شرق اوکراین، همون پس الان یه سری شهرها رو گرفته آدما رو انداخته بیرون، گرفته گفته اینا مال منه دیگه. حالا روسیه اصلا از سال 2014 اگر حالا بخونی، از سال 2014 دو تا استانی بوده به نام لوهانسک و دونتسک و اینا رو گرفته بود، خب که الان شدن ایالت خودمختار. بعد اومد سمت شهر خارکوف و یه سری از حالا محدودای اونورم حالا در حال حاضر چیزی که من آخرین بار شنیدم گرفته بود، ولی باز نیروی اوکراینی از اونور وارد روسیه شدن، یک منطقه از حدود فکر کنم 30 کیلومتر تو عمق روسیه رفتن و یه منطقه گرفتن فعلا. ولی من دیگه اخبار جنگ آنچنان پیگیری نکردم دیگه. حالا تو اون موقع که داغ بودی و توش بودی و اینا، از خود این سربازا آدما جنگ برای چی بود؟ فقط زمین بیشتر میخواست روسیه؟ چی داره اونجای اوکراین که روسیه میخواد؟ پاور گراب بود؟ چیزی داره که آمریکا هم میخواد حقیقتا، سوهیدی چیزی که هست که آمریکا هم دنبالش. یعنی الان فکر کنم زمینای روسیه چیزی که من شنیدم از اوکراینی مال اوکراین نیست فعلا، یعنی یه جوری اجاره است، چون خیلی آمریکا علاوه مالی کمک کرده. و بحث اصلی روسیه این بودی که آقا عضو ناتو نشو، و از این ور رئیس جمهور حالا اوکراین زلنسکی داشت سعی خودشون میکرد که عضو ناتو بشه، و از این ورم وقتی عضو ناتو میشد دیگه مرزای ناتو یه جوری میومد هم مرز با روسیه میشد دیگه، و روسیه اینو یه زنگ خطر برای خودش دید و به خاطر همین بود که دیگه حمله کرد. چند بار روسیه هشدار داد و به خاطر همین بود بیشتر که روسیه حمله کرد. که من نمیخوام اینا بیان تو مرز من، حواستون باشه. آره. چه دنیاییه قشنگ. تو ماشین میشیدی بچه بودی خواهرت اونور میشست میگفتی پاتو نذار طرف من، بعد میذاشت بعد با مداد میکردی تو پاش، بعد میگفتی تقصیر خودش رو بشکن. الان دقیقاً همینه، ولی توی ابعاد خیلی بزرگتر این همه آدم، یعنی همون منطق داره تو این ورم تای خط، یعنی اون احمقانه تای شروعشه، ولی تش اینه که یه کشور داره هزاران هزار آدمو میکشه، بیگناه جوونای عشق که باید حال و هول بکنن، بعد تو کلاب در حال دختر پیکاپ کردن باشن، تو گل خوابیده. آقا داشتم راجع به جنگ جهانی دوم میخوندم، هیچ دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه. میگه خب به خاطر اینه با راه برن زمینو میکندن دیگه، یه ما دومت میکندن بعد تو این راه میرفتن. آره. بعد میگه معمولا اونا که قدشون بلند بود بعد همیشه خم راه میرفتن، بعد میگه کمردرد داشتی همیشه. بعد میگه بارون که میومد اینا تا اینجا آب میومد، چون میگه آب هر جا بود میومد سری اینو پر میکرد دیگه.
بعد میگه یهو مثلا میموندی تو آب واسه مثلا چند روز، تمام بدنت میگه قارچ میزد. بعد میگه مثلا آب که میره پایین دیگه اون کفش میمون همیشه گل و کثافت بود. بعد تو بهش میگم که واقعا بدبختا چی کشیدن. وقتی که رئیسه تو ماشینش نشسته داره میگه اونجا هم حمله کنین، اینجا هم حمله کنین، به چپش هم نیست دارن اینا چی میکشن. چقدر واقعا بازی کثیفی. اصلا من هیچ وقت نمیفهمم که چرا. حالا آقا یه سوال بگیریم. به خاطر قدرت دیگه. جانم بگو. نه به خاطر همین قدرت دیگه، همین قدرت طلبی اینا دیگه. وقتی مثلا میگم، مثلا من خودم بچه بزرگ خانواده‌ام، خب وقتی طرف بچه بزرگه دوست داره مثلا زور بگه، قدرت داشته، این قدرت طلبیه یه جوری آدمو ارضا میکنه. سوید میدونم نمیدونم، من بچه کوچیکی بودم تو سری میخوردم میخوردم، مثلا من نمیدونم چی میگی. آره نمیدونی اینو، ولی مثلا من مثلا بچه بزرگ بودم و قدرت طلبی آدمو یه جوری نمیدونم کلمه درستش اینه ارضا میکنه، خیلی یه جوری یه حال خوبی میده به آدم. اینم الان تو سیاستمدارا دیگه اینجوریه. تو لول اون قدی باید بازی کنن که راضی بشه. میاد بیرون کل خیابونا رو میبندن براش کافی نیست. میخواد میگه گفتم نرو پیش عباس، رفتی پیش عباس گفتی با دوست بشه، بی‌ناموست میکنه. عباس نیتو. آقا حالا توی این داستانی که داشتی دکتر میشدی، من یه چند تا ویدیو درست کردم که دکترها همشون احمقن. بعد وقتی هم میگم همه، مثلا 90%. الان میاد تو کایتا همه دکترها یه چیزی می‌نویسن. منظورم این بود که همون قدری که من باهوشم یا من احمقم، یه دکترم همون قدر دقیقاً باهوش و احمقه. و یه درسی رو خونده که بلده و فقط این کارو واسه پول داره میکنه، چون که توش مزایا داره و میخواد به قول تو مثلا قدرتی داشته باشه که من پرستیژ داره و فقط به خاطر این دوتا کار میکنه، چون دوست داره مردم بهش بگن آقای دکتر و دوست داره پول در بیاره. اگه هر دکتری فردا لاتاری ببره دیگه نمیره سر کار. بعد میخوام ببینم این الان که دکتر داری میشی، توی این آدمایی که دور و بر دیدن دکتر میشن، من اشتباه دارم میگم یا درست دارم میگم؟ از همه نه، ولی 90% اکثریت. میگه علاوه اون بحث هوشی و اینا گفتی که خب اکثر آدما، همه آدما متفاوتن، یعنی هر کسی یه ذریع هوشی خاصی داره، حالا چه کمتر چه بیشتر. حتی کسایی هستن که با ذریع هوشی پایین دارن پزشکی میخونن، حالا توی ایران یا حالا خارج ایران. توی ایران که حالا با اون سهمی و اینا، اصلا بحث ذریع هوشی یه چیز مختلفه. ولی سوال دوم چی بود به جز حالا این بحث ذریع هوشی؟ که اگه هم اکثر دکترها اگه لاتاری ببرن فردا دیگه نمیرن سر کار. آره خب قطعا اینه دیگه، یعنی همه ما توی این دنیا داریم برای چی کار میکنیم؟ برای یه تیکه کاغذ، پول. ولی حالا دکترها همشون شاید میگه همون 90%، شاید 90% به خاطر پول، حالا 10% به خاطر انسانیت که قطعا بیشتره، که به خاطر حالا نجات دادن جون آدما. این همه طرف میره ببخشید پاره میشه، سرویس میشه، 8 سال 7 سال درس میخونه که فقط یک پزشک عمومی بشه فعلا. بعد حالا تو ایران که 2 سال تر هم هست، بعد 4 سال بخونه تخصص، 12 سال 14 سال باید عمرش و جوانیشو بذاره درس بخونه که حالا جون آدما رو نجات بده. خب قطعا خونده که هم به خاطر اون پولش، هم به خاطر حالا چیزای دیگه. ولی قطعا وقتی لاتاری برنده بشه دیگه، ببخشید رسول نیست که بخواد 12 سال عمرش رو هدر بده و به اون پوله برسه. قطعا وقتی آدم لاتاری برنده بشه، یا نمیدونم توی یه میم کوینی بخره، خب یه میم کوینی بخره، یا تو ارز دیجیتال یه شبه مثلا یه پول کلوف گنده‌ای گیرش بیاد، خب قطعا پزشکی رو میذاره کنار دیگه. بیشترش بحث همون پرستیژ اجتماعیشه، متوجهی؟ اون که دیگه بسته مثلا بهش بگم آره اونش اصلا. آره ولی می چی من دکترا انقدر سریع میتونم ایراد پیدا کنم، یعنی اصلا باورم نمیشه. آقا مثلا من که تو رو نمیشناسم، من اومدم کلا تو رو 10 دقیقه ببینم، چرا تو 10 دقیقه من بفهمم تو انقدر مثلا احمقی یا مثلا دنیا به چپته؟ حالا اگه دکتری که دنیا به چپشه تو چشه یه دونه مریض احمق دیده میشه، چون میگه خب آقا چجوری من اومدم پیش تو بگم کمک کن، تو میگی حالا مثلا میشه دکتر، بعد میگم روی پام زیگیل دارم، بعد نگاه میکنه میگه اوکی من برات این پودر رو میذارم، یه در یه چیزی باز میکنه یه پودر سفید در میاره میریزه روی چسب، این چسبه رو میبنده دور پای من،
بعد میگه 24 ساعت دیگه این چسبو در بیار. میگم اوکی. و من 24 ساعت دیگه چسبو در میارم، میبینم کل انگشتم سیاهه. خب همش سیاهه. بعد ناخن میکشی نمیره، قشنگ پوست سیاهه. و من نمیفهمم انگشتم داره خوش میشه میفته یا این دارو است که این زده. خب من گفتم که احتمالاً دارو است دیگه، دستم درد نمیکنه، همیشه نرمال. گفتم خب دارو باید باشه. بعد داشتم میدیدم که واقعا یه درصد خوبی از جامعه، بعد من کجام این کارو کردم، رفتم خونه وسایل رو پک کردیم، با بچه‌ها نشستیم 6 ساعت رانندگی کردیم از شهر رفتیم بیرون وسط جنگلم. خب یعنی وسط دوقوزآبادم. بعد این صحنه رو دیدم. بعد فکر کردم که خب الان یه درصد زیادی از جامعه اگر انجام من بودن مسافرتشون به نابود رفته بود. یهو مامانم بالا میشه، ما فقط جیغشو میشنویم داره انگشتم میفته، ایرج کمکم کن ایرج. بعد بابای منم میدوید، ما رو جمع می‌کردیم میشستیم تو ماشین رانندگی می‌کردیم، میومدیم مثلا 6 ساعت برمیگشتیم شهر، میرفتیم تو بیمارستان. بعد دکتر میگفتش که او داروه. بعد میگم خب مثلا حروم زاده تو که دکتر اینو میدونی وقتی اینو میزنی چرا به من نمیگی که 24 ساعت اینو باز کن انگشتم سیاه خواهد شد؟ چرا اینو نمیگه؟ به غیر از اینکه یه آدم احمقه یا مریضه میخواد من فردا بترسم خواهی کنم، چه سومین دلیل چی میتونه باشه اینو نگه؟ اینو میخواد دهنه دکتر بشنوم. یه موقع هست خب من خودم که با وجود اینکه حالا دانشجوی پزشکی بودم یه زمانی میرفتم پیش دکتر، همون موقع برای من خودم خیلی عجیب بود. یه سری چیزا رو بعدش به من نمیگفت که باید یه سری چیزا رو رعایت کنی یا بعدش چه اتفاقی میفته. به نظر من به خاطر اون حجم کاریه هست. خب سهیل مثلا در روز طرف هر 10 دقیقه هر یه رو مریضای مختلف با علائم مختلف داره ویزیت میکنه. خب حالا این مابین حالا چند نفر، حالا یه نکته رو مثلا که بعد این به قول تو همون پودری که ذره سیاه میشه اون ثانیه شاید به ذهنش نرسیده که اینو من مهمه باید به مریض بگم. خب ولی قبول دارم اینو طرف باید بگه، یعنی هر دکتر خوبی یعنی باید اون عوارض رو بگه. خب یه مثلا اینجا حالا هر قرصی هر دارویی تو بیمارستان میدن عوارضش رو میگن که آقا دکتر باید مریض رو از عوارض اون دارو آگاه کنه که بدون آقا اگر این دارو رو بخوری مثلا ریزش مو میگیری، اگر این دارو رو بخوری مثلا شاید بعدش حالت تهوع بگیری، طبیعیه. خب اینو باید گذاشت رو بحث اون فشار کاریه، چون واقعا من خودم توی آلمان 2 ماه توی بیمارستان تو فرانکفورت کار کردم. خب بعد حالا پیش اون با دکترایی که بودیم اکثریتشون انقدر که شلوغ بودن، یعنی مثلا ما صبح میرفتیم هر مریض 1 دقیقه ویزیت میکردن میرفتن. خب یعنی انقدر که اون حجم کاریه هست که در روز باید حداقل 8 ساعت 12 ساعت از اتاق عمل از ویزیت پزشک، اینا همون فشاره که هست احتمال داره که مثلا به خاطر اون بحث فشاره باشه. خب ولی اصل همینه که باید اون دکتر بگه. حالا شاید مثلا اون مریض شما بودی نگفته ولی به مریض بعدی نگفته. خب میدونی من اینو چه اختی میشنوم؟ میشم که مثلا بری پیش این مکانیکی بعد داری رانندگی میکنی یا یه چرخ در بیاد پرچ تو دیوار، بعد بری بگی چرا؟ بگی آره من چون که پول دوست دارم به جای که روزی 10 نفر رو ببینم روزی 50 نفر رو میبینم و یادم میره یه پیچو ببندم دیگه. خب مادر نبین روزی 50 نفر، گوه میخوری. من چرا باید چرخم در بره چون تو میخوای زیاد آدم ببینی؟ به من چه؟ تو تصمیم گرفتی دکتر شی، تو مسئولیت داری. من چرا واسه جنگل بلندشم پام سیاه شده نمیدونم الان چیه یه رو فریک. من واقعا تا 3 روزش یه ترس 10% داشتم که نکنه برم دکتر بعد یا بگه احمق تو انگشت باز که سیاهه بلند نشدی بیا بیمارستان، چه فکری میکنی؟ میدونی این گوشه ذهنم بود که شاید هم این باشه، من که نمیدونم. بعد که مثلا شروع کرد یواش یواش کمتر شدن، یکی تیکش افتاد، دادم اوکی نه ایسی داره یه لایه بسته از این حرفا. و من تا 3-4 روز این بودم و من میگم این مثلا میگم خب من اگه دکتر بودم و این حرفی که تو داری میزدی و روی این جعبه که میخوام باز کنم پول صفحه بزنم روش یه دونه چسب گنده میچسبونم، هر دفعه روش مینوشتم بگو سیاه میشه. بعد که باز میگم او راستی این انگشت سیاه میشه. واسه همین من حرفت حالا اون دیگه از کمکاری اون دکتره بوده. حالا این کمکاری که میگی همه دکترا یه جوری توی 3 تا شهر دور بر ما یه دونه دکتر متخصص پا وجود داره و این دیوسه. اینجوری نیستش که من این چارای دکتر من رفتم دکتر، نه رفتم پیش دکتر معمولی گفتم منو بپیش پیش متخصص،
گفته متخصص یه دونه 3 تا شهر اونورتر داریم، عباس علی، یه دونه اینور داریم امیر جیجی، نمیدونم چی اسمش، یه دونه هندیه. بعد من رفتم پیش این یارو، بعد این ریزالتش، یعنی اینجوری نیستش که مثلا خب دیگه یارو متخصص یه دونه تو شهر، آقا چونو تو جمع کن دیگه. یعنی چی؟ من چرا من انگشتم سیاه باشه؟ بعد میدونی من کارش میبینم اونقدر کامپلیکیتد نیست. یه زیگیل میسوزونه، یه ناخون نگاه میکنه، یا میگه ناخونه تراما شده اینجوریه، یا میگه نه تراما نیست فانگسه بیا جوبیلی بزن. یعنی من آردی برم اونجا بشینم 80% مشتری رو میتونم پس کنم، فقط با اینکه 3 بار رفتم تو اونجا. یعنی الان دیگه رو بیاد بشینه میبینم نگاه میکنم میگم این دیگه این جوبیلی نمیخواد، اینو بزن. واسه همین اونقدر کار یارو کامپلیکیتد نیست واسه کسی که متخصص فقط کارش اینه که زیگیل بسوزونه، ناخونی که فانگای زده رو باش حل بکنه، میخچه حل بکنه با مثلا چه میدونم 6 تا چیز دیگه که من نمیدونم. و این آدم توی 9 تا یادش میره به من بگه کلا انگشت قراره سیاه بشه مثل فیلمای زامبی، به نظر من خیلی فوله. بعد میدونی این یه مثالی که دیروز اتفاق افتاد، یعنی امروز 17/16 اتفاق افتاد، دارم بهتون میگم 24 ساعت نشده هنوز، چون ساعت 1 بعد از ظهر دیدمش، 22 ساعت پیش اتفاق افتادم بهت میگم. دکتر قبلی داستان دارم، دکتر قبلی داستان دارم، دکتر قبلی داستان دارم، دکتر قبلی داستان دارم. بعد میدونی من میگم خب این من میفهمم باید یه باهوشم تو اینا باشه، چه جوریه که ما فقط احمقا رو میبینیم؟ بعد حالا ما اینجا دهاتیم نمیدونیم کیو بشناسیم، قبول. توی ایران که مثلا دیگه مام بابای ما با تاپ ترینا میپریدن. مثلا یکی چند پیش وگاس بودم، گفت قرار انوشیروان روحانی بیاد پیانو بزنه. گفتم معلم پیانوی من بود. و گفت یعنی چی؟ گفتم تو ایران معلم پیانوی من این بود. گفت انوشیروان روحانی معلم پیانوی تو بود؟ گفتم آره برای خواهرم و اینا بود. بعد گفت من استعداد ندارم ولی خواهرم و دیگه مثلا 10 سال معلمش بود. خب وقتی من انوشیروان روحانی معلمم بود، مطمئن باش اگه قرار مثلا پام درد میکرد و فلان بسار چیز بود. مثلا همین داستان یهو گفتم بدم اومد، رفتم پای من درد میکرد آقا، من کفش میپوشیدم انگشت پام درد میگرفت، شست پام. رفتم پیش بابام، گفت بیا بریم پیش دکتر متخصص فلان، رفیقم هم هست. رفتیم پیش یارو دفتر دسته که فلان و آفش معلوم بود دیگه خفن، مثلا آفیس تو نیاوران یا فرشته هر جا که مثلا دفتر دکتره بود. برو اونجا و نشستیم و با بابام یه چیلیمیلی کردن و اون پای من نگاه کرد و گفت هیچ چی نیست خوب میشه، فقط یه خورده ضربه خورده خوب میشه، چراغم انداخت و فلان. آقا این 2 هفته دیگه درد کرد، همینجوری درد میکرد. بعد یه روز رفتم پیش مامانم تو آرایشگاه مامانم، بعد داشتم رد میشدم، گفتم آی، و مامانم گفت چی شد؟ گفتم پام درد گرفت. بعد یه خانم اونجا بود به اسم مریم اومد جلو، گفتش که ببینم پاتو. گفتم هیچی نیست اینجوری درد میکنه. رفتم پیش متخصص آقای فلانی، اون گفته هیچی نیست. یعنی تو دیگه مریم خانم شما نمیخواد اینجا بیای چه کنی، برو بابا. من پیش خطش رفتم. بعد گفت بی زر نزن اینجا بشین ببینم. به نگاه کرد گفت ناخونت رفته تو پات. بعد من اینجوری بودم که بابا دکتر منو زیر ذره بین و نور چیز انداخت، تو چی داری میگی آخه؟ یه بیل بلک انداخت اینجوری تو پای من، اینجوری کشید انقدر ناخون تو گوشت من در آورد. بعد یه دستمال براش لول کرد گذاشت زیر ناخونم، یه دونه آنتی بیوتیک کپسول باز کرد، پامو کشید کنار، ریخ روی ناخونم، یه چسب بست. من از اون روز دارم این کارو میکنم. یعنی از اون روز من هر وقت ناخونم میاد میره تو گوشتم یه دونه دستمال میذارم زیرش، اون بغلش که رفت داره میره تو رو میکشم و پام بیرون قیچیش میکنم و تا الان دیگه اوکی شدم. پس اگه یه کاری مریم خانم که من بهش میگم نمیخواد مزاحم بشی میفهمه، اون دکتری که متخصصه چه جوری نمیفهمه؟ حتی یه بار. بعد چه جوری میشه هر دفعه من داستان دندون پزشکی همین، بابا رو میبرم امرجنسی همین، خودم میدم واسه زیگیرم همین، نمیدونم تو ایران میدم همین. یعنی همه داستانام یه دکتر اسکله. من میگم آقا همشون اسکلن دیگه، یا روی ای آی تخمیه. خیلی بد شانسی، خیلی بد شانسی. من میگم مردم هم میگن تو خیلی خوششانسی، میگم اتفاقا نمیدونی من زندگی رو دارم رو لول وری هارد بازی میکنم. فکر میکنم من رو ایزی هم، میگم اتفاقا من رو وری هاردم. ولی میگم من واقعا این حرف رو قبول دارم. من تو اصلا نمیتونی باور کنی. تو بحثای پزشکی اینا دکتر رفتن خیلی بد شانسی. حالا تو آلمان هم همین مشکلا رو داریم دیگه. ما مثلا خودمون دکتر میریم، حالا یک طنزی فانی شده همه میگن وقتی میری دکتر مثلا میخواد به دارو بده، دارو نمیده، میگه آب بخور. خب یک چیزی شده که اکثر دکترها میگن اینجوری میگن.
و اینکه مثلا دکتر خوب مثلا لحاظ مثلا بعضی از پیشن‌ها یا مریضا مثلا اینجوریه توی ایران که هر دکتری بیشتر قرص دارو بده دکتر خفنیه، دکتر خوبیه. خب بعد اینو من یکی از همکارا یکی از پزشکا تعریف میکرد، حالا طرح داشت توی یکی از روستاها بود، بعد میگفت که این حالا روستایی‌ها اینا میان پیش ما همشون حالا یه دردی دارن یا یه چیزی یا اصلا هیچ دردی ندارن، سالمن، فقط میان که قرص و دارو بگیرن از ما. خب بعد ما مثلا ویزیتشون میکنیم میبینیم خب اوکی سالم، مشکلی نداره، ولی میگه آقای دکتر یه قرصی داروی چیزی برای ما بنویس. بعد دکتر میگه که ما براشون ویتامینو و هر چیزی که حالا ویتامین اینجور چیزا هست براش می‌نویسیم، میره و میگه آقای دکتر خدا خیرت بده، خیلی دکتر خوبی هستی. بعد اینا براشون قرص و ویتامین اینجور چیزا می‌نویسه که هم براشون لازمه، همین که دیگه راحت دیگه مثلا اینجوری هم هستش متوجهی. بعد مثلا توی آلمان اینجوریه که زیاد قرص و دارو نمی‌نویسه دکتر. چرا؟ چون که انقدر قوانین سختگیرانه هست توی آلمان، یعنی دکتر اگر این قرص و این دارو رو بده بعداً اتفاقی برای اون مریض بیفته باید جوابگو باشه. برای همین به نظر من حالا دکترها، حالا نمیدونم کانادا چجوری سیستمش، ولی آلمان نمیگم میترسن، تا موقعی که نیاز نباشه، خیلی ضروری نباشه، یک داروی رو تجویز نمیکنه اینجا پزشک. خب و بیشتر موقع میگن استراحت کن، آب بخور، آب بدنت کم نشه، فلان این حرفا. فقط در مواقع ضروری مثلا یه قرصی یه دارویی میدن که مشکل ساز برای خودشون نشه بعدا. میگم پس من یعنی حرفمو شنیدی دیگه، حرف بی خود نمیزنم، یعنی با تجربه‌ای که زندگی کردم، بچه‌م که نیستم، 42 ساله دارم، تجربه دارم میبینم. دکتر اندازه کافی شنیدم. خونه‌ای بودم که توش مهمونی بوده، به مرگ مادرم تنها کسی که دکتر نبود من بودم. فکر کنم مثلا 15 نفر از اونجا دکترم با یعنی من لای دکترا بودم. یه نفر از ندیده میفهمم من لای دکترا بودم، توشون رو میدونم کیان. و مردم یه جوری نگاه میکنن بهشون که مثلا انگار واقعا امام زمان برگشته. نه اونجوری هم نیست. با اینجا که خیلی اینجوریه، مثلا گنده میکنن. حالا کانادا ایران که منشیش هم شاخ میشه بابا. آره ایران که اصلا پرستیژش فرق داره. واو. من خونه اولمون طبقه پایینمون دکتر بود دیگه، حتما میتونم بگم خدا بیامرز ندونسته، ولی چه حالی میداد. هرچی میشد مامانم از اینا بود که اصلا بگو تعارف کنه و خجالت، همونو زنگ میزد دکتر کمک. بعد مثلا مگه مثلا داشتم سوهل زنگ میزن دکتر، این بنده خدا همیشه میومد با این کیفش و یه از این گردنش مینداخت همچین والا قلبه، میومد و یه چیزی میگرفت و میذاش گوش میداد و نفس بکش پشت کمرمون است. گفت خوبه بره، خیلی احساس خوبی بود. یه نسخه برای بچه‌ها نمی‌نوشت دیگه، همیشه میگفت همه چی خوبه، یعنی مثلا میمونم به مامانم آروم میکنم همه چی خوبه. خیلی آدم باحالی بود، خیلی دکتر خوبی بود. یه سری دکتر آدم میبینه عاشقشون میشه. مثلا بابام یه دکتر قلب داشت، بابای من الان زنده است فقط به خاطر اونه. یه روز زنگ زد گفت بگو بیاد اینجا، بعد من یه تست کرد گفت نه من اینو دوست ندارم برو این کارو بکن، یا یه تست 24 ساعته از این انداخت روش، بعد من گفتم بعد یه عمل گرفت توش، یه دونه پیس میکر گذاشت تو قلبش. بابای من اگه اون نبود، بابای من حداقل 5 سال پیش مرده بود. 5 سال پیش موموکو 1 سال پیش، یعنی موموکو اصلا نمی‌دونم چون با بزرگی داشته. الان موموکو پس ببین چقدر بابات خوش شانس بوده و خودت هم خوش شانسی و دکتر خوبم داریم، دکتر بدم داریم دیگه، تو هر حرفه‌ای هست. میگم خیلی بد زیادتره. من تو دکتر فکر می‌کنم بد خیلی کم باشه. بعد یه جورایی هم به قول معروف لایسنس چیز دارین، قتل هم دارین. هر کیو بکشین امضا کرده بود که میتونه بمیره. آره این یک بدی که هست، ولی باز هم همینجوری نیست که مثلا بگی که آره امضا کرده بوده، ولی باز اگر خطای پزشکی چیزی باشه قطعا هر کشوری قوانینش فرق داره. آره میفهم، ولی آخر تو تا مردم هم دعوا میکنم، میگه نباید میکردی، میگه من فکر کردم باید میکردم. مثلا دیگه حالا تو فیلم آره چی میگن توی اتاق میشن تا دکتر اینور میزنه میگه چرا به یارو شوک زدی، میگه ساعت 3 صبح اومد 1 و 2 و 3 رو داشت، منم کتاب گفته 1 و 2 تا داشته باشی بزن، من 3 هم داشتم. بعد اون میگه نه تو اشتباه کردی، میگه نه اشتباه نکردم. بعد یکی میگه حالا دیگه اوکی دیگه. بعد میگن دیگه نکن، میگه هفته بعد دوباره میتونه بیاد همین تکرارش واسه 56 بار. یعنی دیگه مثلا همین چیزی که گفتی بحث امضا کردن تو آلمان هم هست. مثلا طرف امضا میکنه، هر
اتفاق بیفته مسئولش پای خودشه مثلا، و اینکه مثلا بعد عمل امکان داره نمیدونم عفونت بگیری، امکان داره هر چیزی بگیری، یعنی ایدز هم بگیری، امضا کردی دیگه. متوجهی؟ من شنیده بودم تو اون حالا مدتی که یه دوره کارآموزی داشتم بیمارستان تو آلمان کار میکردم، شنیدم از بعضی از دانشجوهای پزشکی که مثلا فلان متخصص حالا فلان متخصص فلان عملو داشته، خیلی دکتر بدیه فلان. میگفتم چرا چطور؟ میگفت چون که مثلا یک کم اینورتر برش داده و نرو و عصب طرفو که تو صورتش بوده رو قطع کرده و این هم میشه خطای پزشکی. گفت که چون خطای پزشکی بوده هیچ کاری نمیتونن بکنن دیگه، چون امضا کردن و اینا. میگم با این که دیگه بابا خیلی مشخصه، طرف دیگه متخصصه، باید بدونه که نرو عصب صورت کجاست که اون سمتو دیگه چیز نکنه. خیلی بد بود. اینو من شنیده بودم دیگه برگام ریخت اصلا یه صحنه. خیلی باحال. آقا دمت گرم، خیلی حال دادی. حالا یه داستان چیز جالبی داری تعریف کنی قبل از که تمامش کنیم؟ چون من همین سوال از همه میپرسم. یه داستان جالب که میخوام بگم، حالا برای خودم خیلی باحال بوده. موقعی که من ایران بودم، چون توی سن خیلی پایینی من عکاسی خبری شروع کردم، 14-15 سالگی اینا، سال 95 بود که حالا اون زمان مثلا من چیزم بودم دیگه، یه زمانی عکاس آستان قدس و اینا بودم اون موقعی که ایران بودم. بعدش رئیس آستان قدس کی بود اون موقع؟ طبسی بود فکر کنم، که مریض میشه میره بیمارستان و آیت الله رفسنجانی میخواست بیاد مشهد. خب بعد از کل عکاسای خبری که مثلا توی مشهد بودن و اینا دیگه، همه عکاسا مثلا بالای 20-30 سال بودن، خیلی تجربه داشتن. مثلا من یک جوون 16-17 ساله بودم که 2 سال بود تازه عکاسی خبری شروع کرده بودم. از خبرگزاری تهران به من زنگ میزنن به عنوان عکاس شخص، مثلا آقای رفسنجانی عکاسش نمیاد، تو پاشو برو فرودگاه. من هماهنگ کردم با با بادیگارد اصلیش، یعنی رئیس تیم بادیگاردش، میری اونجا. منم رفتم من 16 سالم بود، تازه 1 سال بود کارت ملی گرفتم از این کارت ملی قدیمی‌ها که عکس مثلا خیلی چیز بچگونم بود روش. بعد گفت کارت خبرنگاریتو نشون بده و فلان. گفتم کارت خبرنگاری اینا همراهم نیست، فقط کارت ملی. کارت ملی من چک کرد، منو برد توی قسمت وی آی پی که حالا دم پرواز که با هواپیمایی، حالا از دم پرواز با خود آیت الله رفسنجانی بودم، اومدم تا خود توی بیمارستان. یعنی همه عکاسای دیگه خبردار شده بودن، اومده بودن و داخل بیمارستان راه نمیدادن. حالا یکی دو تا عکاس دیگه بودن که حالا اونا خیلی مال شخصیت مثلا عموی رفتن نه مثلا عکاس نوه خمینی مثلا اومد داخل با عکاس مثلا یکی از شخصیت‌های مهم چه باحال بوده. بعد منم اونجا بودم. این برای من خیلی خفن بود. بعد میدیدم این عکاسای دیگه همه سنا بالا، یه جورایی حالا بعد از اون خیلی به من مثلا بحث حسادته بود. یعنی چی این بچه مثلا 15-16 سالش هرس میخوره آدم دیگه، طرف 30 سالشه، چندین سال عکاس، مثلا استانداری و استان باید اینا رو هماهنگ میکرد. خود استانداری و استان تعجب کرده بود تو اینجا چی کار میکنی. خب حالا فیلینگ خودش چطوری بود وقتی در هواپیما باز شد رفسنجانی اومد جلو؟ چه احساسی داشتی؟ برای دفعه اول بود یعنی یک شخصیت بزرگ رو دارم میبینم دیگه. یعنی مثلا شخصیت لحاظ سیاسی رئیس چیز بود دیگه، رئیس سابق جمهوری اسلامی بوده، رئیس جمهور بوده، بعد اون موقع رئیس مجمع تشخیص بوده. یه شخصیت بزرگ سیاسی من داشتم میدیدم جلوش که توی بیمارستانم دقیقاً از جلوی من حتی بهش دست دادم و حالا عکساش هم تو پیجم هست و یه حس خیلی خفنی داشتم که من الان 15-16 سالمه، این همه عکاس دیگه دارن اینجوری میبینن. خیلی احساس خیلی خفنی داشتم که وای الان من خیلی خفنم، انگار خیلی کار بزرگی انجام دادم. بعد که رفت جلوتر و اینا تو این سالهای آخر دیدم که نه، یعنی چیزای بالاتری هم هست که آدم میتونه تجربهش کنه. این برای من یه داستان خیلی خفن بود که شبانه ساعت 11-12 شب به من زنگ زدن. من شبانه رفتم دم فرودگاه و منو با خود اسکورت خود آقای هاشمی اومدم بیمارستان. خیلی خاطره خیلی باحالی بود که حالا گفتم بگم. حالا اینو گفتیم، منم قرار بود خاتمی رو ببینیم. از مدرسه رفتیم یه جای یه کوه بودیم، کدوم کوه، بعد این کوه رو میرفتیم بالا. بعد که ما بالا بودیم قرار بود با خاتمی با هلیکوپتر بیاد اونجا بشینه درخت بکنیم. ما رفتیم درخت بکنیم بالا کوه. بعد خاتمی قرار بود اونجا یه درخت بکنه واسه به قول معروف تبلیغات دیگه، یه عکس بگیره با بچه‌ها، یه درخت بکنه تا هلیکوپتر بره، مثلا قرار 5 دقیقه اونجا باشه.
این کوه رو خواست بره بالا 4 ساعت راه بود. ما رو یعنی حمالا 4 ساعت رفتیم بالا، ذوق رسیدیم بالا گفتن که خاتمی سر شروع شده نمیاد. دیگه ما تو چیزش موندیم، تو کفش موندیم. من آدمای معروف هیچ وقت دارم نمیخواست ببینم، یعنی وقتی میدیدم مثلا مهم نبود. یه بار یه بازیگر خیلی خیلی معروفه که اون موقع مثلا فرض کن اکبر عبدی تو لول اکبر عبدی مثلا مال 30 سال پیش، یعنی تاپ لاین آوردن تو مدرسه‌مون، بعد همه رو صف کشیدن، همه میرفتیم جلو بهش سلام می‌کردیم، یه ازش امضا می‌گرفتیم. بعد من نمی‌فهمیدم که ما داریم چرا این کارو می‌کنیم. گفتم خب به جهنم که الان مثلا این اینجاست. و من یادم اینو که ازش گرفتم عکس، یعنی این امضا کرد، دور زدم اومدم بیرون، هنوز از اون اتاقی که اون بود نیومدم بیرون، کاغذا رو مچاله کردم انداختم زمین. گفتم به چپم که مثلا امضا اینه، انداختم زمین و بشه در آره ولی خاتمیو خیلی دلم می‌خواست ببینم. یعنی چیز خاتمیو چون که قدرت داشت دلم میخواست ببینمش. اینا فیم داشتن، فیم برام مهم نبود، قدرت برام جالب بود، قدرت رو میخواستم ببینم. برای همین تو گفتی رفسنجانی دیدی، من تا حالا آدم قدرتمند مثلا بزرگی اونجوری تا تو زندگی از جلو ندیدم که با من رابطه داشته باشه، مثلا میگم وایس عکس بگیرم ازت. حالا تو سن تینیجری و نوجوانی اینا آدم بالاخره یک شوقی داره، واو آدم فلان سلبریتی فلان آدم معروف رو می‌بینی. بعد حالا یک لحاظ سیاسی هم میگی قدرت داشته باشه که دیگه مثلا خیلی خفن‌تر از نزدیک داره اون آدم می‌بینی. من فکر کنم نزدیک 4-5 تا از رئیس جمهورهای سابق ایران رو از نزدیک دیدم، عکاسی کردم ازش. واو. یعنی مثلا یه حس خفنه. من حالا آیه رئیسی که قبل از این که اصلا رئیس جمهور بشه چیز بود دیگه، بعد از فوت آیت الله طبسی شد رئیس آستان قدس دیگه. اون موقع من تو روابط عمومی عکاس آستان قدس بودم، یعنی ایونت ها یا حالا رویدادها چیزایی بود که آقای رئیسی میرفت، به عنوان عکاسش مثلا میرفتم عکاسی میکردم، از نزدیک میدیدم و چند تا از رئیس جمهورها دیدم. خیلی حس خفنی داشت اون موقع برای من. راستش بخوای اون حس رو ما هم یعنی قشنگ میتونیم هم بفهمیم هم دوست داریم احساس کنیم. برای همین اگه میشه یه سری عکس خفن بفرست که بچه‌ها اینجا الان مونتاژ کنن، مثلا هر چند تا خودت فکر می‌کنی خوبه بفرست، بچه‌ها اینجا مونتاژ بکنن که هم بقیه بتونن لذت ببرن از عکاسی تو و خاطرات تو رو بتونیم اینجا نگه داریم از طرف تو. بچه‌ها با هم ببینیم چاکس. اقتصادی